آرسام موتورسوار. آرسام پسر کوچولوی شاد و مهربانی بود که در یک خانه پر از خنده زندگی می‌کرد. اتاق او پر از اسباب بازی‌های رنگارنگ بود. اما آرسام از بین تمام آنها فقط به یک چیز فکر می‌کرد. موتورها. او ساعتها با موتورهای کوچک پلاستیکی اش روی فرش بازی می‌کرد. آرسام همیشه آرزو داشت یک موتور واقعی داشته باشد. نه هر موتوری، بلکه یک موتور نارنجی مسابقه‌ای که مثل برق سری باشد. او هر شب قبل از خواب چشمانش را می‌بست و خودش را تصور می‌کرد که در یک پیست بزرگ در حال رانندگی است. یک روز صبح وقتی آرسام به حیاط رفت، یک جعبه خیلی بزرگ دید که با یک روبان قرمز تزیین شده بود. قلبش تن تند می‌زد. او با هیجان به سمت جعبه دوید و روبان را کشید تا ببیند داخل آن چیست. وقتی در جعبه باز شد، آرسام نتوانست چیزی را که می‌بیند باور کند. داخل جعبه دقیقاً همان موتور نارنجی مسابقه‌ای بود که همیشه در خوابهایش می‌دید. موتور زیر نور خورشید می‌درخشید و انگار منتظر بود تا آرسام سوارش شود. آرسام برای مسابقه آماده شد. او یک لباس مخصوص مسابقه سرتاسر سفید پوشید که خیلی به او می‌آمد. سپس کلاه ایمنی سفید و محکمش را روی سرش گذاشت و بند آن را بست. حالا او شبیه یک موتورسوار حرفه‌ای شده بود. روز مسابقه بزرگ فرا رسید. پیست مسابقه پر از پرچم‌های رنگی و تماشاگرانی بود که تشویق می‌کردند. آرسام موتور نارنجی‌اش را به خط شروع برد. او کمی هیجان داشت اما می‌دانست که باید تمرکز کند. دوستش کاوه هم در مسابقه شرکت کرده بود. کاوه یک موتور آبی زیبا داشت. آنها در خط شروع کنار هم ایستادند. آرسام به کاوه نگاه کرد و برایش آرزوی موفقیت کرد. چون او پسری مهربان بود و می‌دانست دوستی از مسابقه مهمتر است. ناگهان صدای سوت شنیده شد، پایین بالا حرکت. آرسام گاز داد و موتور نارنجی اش با صدای بلندی شروع به حرکت کرد. او مثل باد از بقیه موتورها جلو زد. چرخهای موتور روی زمین میچرخیدند و آرسام با مهارت فرمان را میگرفت. پیچی تند در مسیر بود. اما آرسام نترسید. او با دقت موتور را هدایت کرد و از پیچ گذشت. حالا او خط پایان را میدید. تماشاگران نام او را فریاد میزدند. آرسام! آرسام! او تمام توانش را جمع کرد و از خط پایان گذشت. آرسام قهرمان شد. او روی سکوی اول ایستاد و یک جام طلایی بزرگ هدیه گرفت. او خیلی خوشحال بود که به آرزویش رسیده بود. آرسام یاد گرفت که با تلاش و مهربانی هر آرزویی میتواند به واقعیت تبدیل شود.